در حیات میتوان با آدمان واخورد که با دیدن سیمای پسندیدهشان در جشن و معرکه ها، در کوچه و بازارها و بالاخره در صحنه های تئاتر و سینما وجاهتشان تغییر می‌یابد. چهره ها میشکوفند و تبسم گرد لبان پیدا می‌گردد و حتی پیران روزگار دیده نیز میگویند واخوری با شخص خوشگفتار و با تدبیر، چهره دلکش و نرم دل به کس برکت عمر عطا می‌نماید. بینندگان گرامی، با فکر شما درباره شخصی که قصه داریم کی باشد؟ این شخصیتی است که در کجایی که نباشد با برکت است، با فیض است. نغز در تاریخ تئاتر تاجیک، در فرهنگ تاجیک همچون استاد حج کامیاب گردیده است و شهرتیار گردیده است. خوشیه؟ این اکتوری به همتا است که مثل مانند ندارد در این ژانر. آرزوی ارتیست شدن داشته. یک شخصی هستند که بسیار حالمون ملایم هستند و بسیار مدنی بلند دارند. مدت یک 10 11 یا 12 سال در این صحنه نبود. توبه. برگردید به تئاتر. تماشابین محتاج شماست. شما را دوست می‌دارم. تشکر. مسئولیت‌های خیش رو برای جوانان، برای اونایی که نو قدم‌های خیش رو در روی صحنه می‌مانند دریغ نمی‌دارند. حالا با صابون شمسی کبرک زاده شما جامعه‌شویی نکرده. به تهدیدش اعتبار نمیدهیم. شاید هزل کرده باشد، نمیرنجیم. بهترش به نزدشان میرویم. سلام امونکه. آیسته ای موهی ترسون دیدی. دیر روزکو من در همون سنگمیله بالا، دهه بالا، در همون سرگه قشلاق به دنیا آمدم. تا یک 10 سال 15 سال پیش در این دهه نه برق بود و نه راه ماشین بود و خیلی راه‌های دشوارگر داشت. یک راهی باری که از آن طرف دهه که بزرعه میگویند، یک بزرعه بود که مردم با همون راه از ناحیه به دهه می آمدند و می رفتند. اگر دو کس روبرو شود باید یک نفر دیگر حتما راه را خالی کند و به دیگر کس راه دهد. انا در همین دهه تا سن 12 سالگی 13 سالگی من عمر به سر بردم. از کوه هر روزی 2 مرتبه 3 مرتبه علف می آوردم، هیزم می آوردم برای زمستان، برای مال و حال ذخیره می کردم. همه بعد جنگ تشویش و تهلکهشون زیاد بود. همه به هر طرف رفته بودند. برادرها از پی زندگی بودند. من کودکی خردسال که بودم در خانه خودم را یک صاحب خانه حساب میکردم. یک مردی یعنی بزرگ خانه من حساب میشدم، چون که بغیر از من بچه کلان یا مردی بزرگ نبود. همه خیل از همین دهه بعد صنف 5 با آموزگاه اینترنتی چپتوره به خواندن رفتم. بعد 4 سال دیگر در اونجا تحصیل کردنم. با موسیقی ذوق و شوق زیادی پیدا کردم و به ناحیه لینین رودکی حاضره به خواندن رفتم.
بعد 4 سال ختم نمودن آموزشگاه مدنی روشننمایی ناحیه لنین همچون موسیقی نواز در تئاتر لاهوتی به حیث موسیقی نواز در ارکستر کار کردم. خوشیه؟ کی بابا؟ من بابا؟ توبه. حالا نگاه کرده ایست. به دستم افتاده 7 قبط کرپچه را پرداخته مرحمت شوهر جان بالا برآمده استراحت کنید نگویی روزه طبیع. توبه. باز من بابا بودم. ای این سرد از آسمان آید هم تو از آنی من میشوی و من از آنی تو. تیرمیزکی باز ناز میکند که من به وی خوش آمد زنم. من به که خوش آمد زدنم را خودم ناز میدونم. ای پدرت با 2 دست ادب برآورده به من ندهد و روزش را بیند. انا بعد من به تو بابا را نشان میدهم. ترمیزک. امان الله قادرов اینقدر سالایی که با هم کار کردیم در میان ما یگان بار یگان چیز ناجوری نبود. یعنی که همیشه هرچند که با بدون اون صحنه‌ای که در تئاتر وجود داشتن کارهای مستقلانه داشتیم در تلویزیون در رادیو اینقدر بحث و تلاش و مناظره ها زیاد بودن ولی هیچ وقت نزاع در میان ما نبود یا ناخوشی در میان ما نبود. سرجنت کلان قادرov من رفیق سردار. اگه تریبه دم نیده دزدو را قپیده؟ نه رفیق سردار. اگه تریبه دم نیده چون قپیده؟ از خفاشان سر کردم ماشینه گم کردم رفیق سردار. ماشینه گم کرده؟ بله رفیق سردار. اگه تریبه دم نیده چون گم کرده؟ ماشین آنها جیپ بود. تو ما زبدید کرده از خفاشان سر کردم که آنها شهر میانبر کردن رفیق سردار. اگه تریبه دم نیده جیپ قپیده جیپ؟ قپیدم رفیق سردار. لیکن اون جیپ نه. رنگش همون جیپو لیکن این جیپی الماس کمانگیر بود است رفیق سردار. ها کور بوده کورا؟ کور رفیق سردار. لیکن زود بنا شدیم و خطاگی مانا اصلاح کردیم و در اونو بیرون ماشین تازه کردیم و جواب دادیم و جواب دادید؟ نه گوشل کردیم رفیق سردار. سوز کردی دزدورا چی؟ دزدورا قپیده؟ دزدورا نه قپیده. اکنون میخوام گفتم که بنزینمون تمام شد رفیق سردار. انا بعد گشتم و کامپیرا قپیدیم. کی را؟ کامپیرا جیب داشت؟ نکک نت رفیق سردار. یکی تریبه دم نیده و بنزین که تمام شد و دامون ماشین رد بود زنگ میزدی از اپراش دیگه میرفت. بود رفیق سردار. لیکن اما بطره که از چی بلا زد که از کار برآمد می چی بلا پزیمنای میگیریم بازار شامنصور جواب میدهد. انا بعد گشتم و کامپیر قبیدیم. جیب رفت؟ یکی تریبه دم نیده خدا بگیرد سرجنت لومبه و نخواد دوست دایتر بینید بگیرزه و نقپیش. دستی خاری نامدم که رفیق سردار کامپیر قبیده. با فکرم نیست ولایت نیست دهه نیست ناحیه‌ای که شما سفرهای هنری نکرده باشید. بله
شما درست درک کردید. در حقیقت از سال 71 بعد ختم انستیتوت تئاتروی شهر مسکو به نام لوناشارسکی ما 24 نفر به دوشنبه آمدیم و در همین اساسی استودیوی ما تئاتر دولتی جوانان را تشکیل کردن و ما اولین اساسگزارای همین تئاتر هم حساب بشویم و سالهای اول ما پرده سپکتاکل خودمون در تئاتر لاهوتی شدیم. اولین کشاده شوی تئاتر جوانان در تئاتر لاهوتی بود. بعد یک بینای خردکه که دادن تئاتر جوانان پیشینه در بینای و نزدی میدان اسپارتاک. فقط ما با سفر هنری مشغول بودیم. همین اگر 2 ماه در سفر باشیم 1 هفته ممکن در خانه بودیم و باز به سفر می برآمدیم. باور کنید یگان گوشه و کنار رسپبلیک نمانده است که ما در آنجا سفر نکرده باشیم، در آنجا نمایش نداده باشیم. در پامیر در قله‌های بلندترین یک دهه‌های پامیر که اونجا در حیاتش تئاتر بودگی نیست، سپکتاکل چی است نمیدونستند. ما در همونجا با واسطه خرها، اسبها خودمون دکوراسیون رو برداشته پشتواره کرده برآورده در همونجا هم نمایش میداد. خود حاضر را چیزی که تو نگویی در این خانه من خوشاییم و تنها من میتوانم فرمان دهم. گفتم و با 100 بار دیگر تکرار میکنم چطوری که من میخواهم انا همان طور رفتار میکنی. شوهر بیکار کجا را چشمی دیدن ندارم. زن چی آفت جامعه نبوده است؟ رحمتی ارسطوتل بیهوده نگفته است که زن به شیطان درس میده. ها 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 بینیده دانا شده است. ای تو هم احمقو اریس کراسکوفسکی هم احمق. البته من دانا. و تو در کجا خارکش رو یافتی که 6 سال در نزد طبیب نامدار خدمت کرده باشد و مثل من ملاحظه کرده تواند یاب کنی؟ نمیابی؟ من تمام علمی طب را آب کرده خوردگی. من میدانم تو چی را آب کرده خورده لختی. لعنت به همه روز و ساعتی که من زنی تو شدم. آنه لعنت به وی داملا امام فرانسوس که مرا به تو نکاح کرد و مرا مجبور کرد که به حکم قتل خودم دست مانم. در باغ زیبا و حاصلش خیلی فراوان، باغ للمی باشد یا که آبی؟ برای این طبیعت زیبای تاجیکستان، برای این باد و باران فارم تاجیکستان، برای باغ کردن آب اونقدر هم ضرورت ندارد. سر وقت میبارد. میگوید که سبزه بالای کوه از آب دریا فارغ است، بینوایان را خدا رزق هوایی میدهد. این باغای ما به خدا خودش غمخوری میکند و بارانهای فارم میدهد و خیلی گاه آبم هست. آبم گاه میگن که با دولت اگر باغ کند در سر کوه، از بختی بلند آب برآید سر کوه. بی دولت اگر باغ کند در لب جوی، از تالی پست خشک شود آبک جوی. اکنون من که نه اونقدر دولتمند هستم و نه ثروتمند و نه اونقدر بی دولت و کمبغل، به گفت سعدی نه به اشتر سوارم نه چخر به زیر بارم. الان ما آدمای میان حال با انشالله دعا میکنیم گاه آبه میبیاد. الان اینجا کانال داریم،
آب میبیاد. گاه از این طرف خدا خودش باران میفرستد. کاری کرده نهال ها من دید خیلی زیبا علاکه به میوه در آمدگی. این پولیز من چیکار میکنی؟ راستی گپ مرا به اینجا شمال آورد. شمال؟ ها شمال؟ شمال دیگر جا نیافت که شما بر این یک آدمی با قد و بست با تن و جسه را راست به پولیس من آورده کرد. نمیدونم، با فکرم شمال عجینه بود یا شمال دیو بود. مرا پرونده به اینجا آورد. خیرت که همین پیازهای شما را داشته ایستادم که مرا باز از اینجا دورتر برده نپرتاید. همین قبیدمو. این شمال آورد گوید؟ ها شمال. نه شمال دیگر جا نیافت است که راست شما را به پلیس من آوردن. و این همین لینچه را هم شمال آوردی. ها؟ این لینچه را از خفای من همین خیلی پیچ و در پیچ با من می آورد. شمال؟ پیچ و در پیچ. پیچ و در پیچ. همین لینچه را هم شمال پرونده آورد می. ها شمال با من پیچ و در پیچ می اومد. پیچ و در پیچ. پیچ و در پیچ. و گفتی شما همین پیازها را هم شمال به درون لینچه انداخت می. همچنه؟ انا به همینش من هم حیران. شما همیشه وقتی خود رو در تئاتر میگذرونید، کیها وقت میاد که باز هم باغ پروری میکنید؟ میدونید این آدم خواهد وقت پیدا میکرده است. من اونجا روم تئاتر، فکرم در تئاتر است، فکرم در نمایشنامه، فکرم در اسپکتاکل، ابراز و نقشه و کذا و غیره. وقتی که از همون تئاتر برآمدم فکر من باغ، طرف باغ من میکشد. یک آهنربا برین. تئاتر هم همین گونه است، صحنه هم همین است، آهنربا است، آدم میکشد. باغ هم همین خیلی یک اینم میدونید می، اینم یک کاری ایجادی بود است. سری وقت آب ندید، سری وقت دارو ندید، سری وقت گیردش رو پاول نکنید، نگاهبین نکنید، هم مجروح می شود، بیمار می شود. اینم بیماری دارد. نبیرچه های من، نبیره کلانم زاهر جان، انا دانشگاه کشاورزی شعبه اگرونومیش رو ختم کردگی. علاکه ختم کردگی وای همیشه از پسی همین باغ و همین باغ و تاکو. کمک رسانی بابو است. بله کمک رسان است. نبیره دویمم کورس اولی اگرونومی و اقتصادی همون دانشگاه با تحصیل دارد. کورس اول است. انا وایم عشقش در همین باغ. هر روز شنبه یک شنبه روز استراحت دارن اونها همینجا علاکه خودشون خسته همینجا علاکه همین هوس پیدا کردن، عشق پیدا کردن به همین درخت. هر یک درخت میشناسن اینا کدام درخت کمک بیماری پیدا کرده است، کدامش رو یگون جل زده است، یگون دارو کردن در کار می. انا خلاصه که همین از پی همین نبیره هایم همگی 12 تا نبیره دارم. انا همین 4-5 نفرش همیشه در باغ روزهای شنبه یک شنبه آنها رو اگر گم کنید از باغ میابید. جدای بابا رو هیچ کس انتخاب نکرده است از نبیره ها؟ نه این همین شاید که من این هنر خدادادی باشد که نه به هر کس میسر. این یک چیزی، این هنرمندی یک چیزی بود است که هم از اون طرف و هم از این طرف، هم از قلب، از دل، هم داده البته طبیعت نباشد، داده خدا نباشد، نمیشه از قین. و یک کس مجبور کرده اینا همین ساحه بر رو گفتن نمیشه است. من میخواستم که یگان تاش پیروی من باشد،
از پی مرد برود. لیکن اینا خداشون علاقه زندگی رو بعضن فکرشون از فکرهای من یک فکرهایی میگن که علاقه من حیران میشم، میگم این در حقیقت فکر اونا درست است. لیکن پسر کلانی هم دانشگاه تئاتری شهر مسکو شب که به داخل شده بود. پسر کلانی هم خورشید جان همراه من محپیکر اینا در کورس همینا داخل شده بود، بهای 5 کدی داخل شد. لیکن باز چی خیلی شد که از عقیدهش گشت و با دانشگاه طبی رفت. حاضر دکتری خوب است. انا دوم پسرم خوشبخت جان اقتصادچی. پدر باغبان بودن یا اینکه هنرمند؟ پدر من کارمند جنگل بودن، مدیر جنگل. از همین دره قرطاق سر کرده تا دره الماسی همه راهبری جنگل بودند. خلاصه رحمتی شادروان را یگان شخص در همین دیهات ها، در ارجنک و در فرض کردیم کوشکک و فرض کردیم خوچل دیار و ایسکیچ و ایستانی و یکتوت و تا یکتوت همه مردم پدری منم میشناختن. تا آنه که توانید در جوانی وقتی که شما صحت و سلامت و سالم هستید خدمت پدر و مادر را بجا بیارید. من یک فیلمی آرمان بازی کردم، نقش همون پدره که دخترش همراه دامادش وی رو برده با خانه پرانسالون میسپارن. این درد زمانه است، این درد ملت، درد ما هست. این واقعی عیناً شدگی، واقعی عیناً شده. ما پرسیدیم در حقیقت واقعه های از این هم باز متشتر بوده است. من پرسان شدم یکی از همون موسیقیده که در همون خانه پرانسالون صحبت کردیم، اشکاش ریخت. گفت که من 5 تا فرزند دارم، 5 تا دختر و پسر دارم. من گفت خانه ما فروختن، آورده مرا در همینجا گذاشتن. آخه این دردی ما نمی، درد ملت نمی، درد زمانه نیست می. با فرزندا بسیار خواهش میکردم که این چیزا به درست اهمیت دهد. خدا رحمتی مادرت چند شب است که در خوابم می‌دراید. ارواحش ناتنج، نمیدونم برای چی. شاید خانه را به آدم مانده آمدن برای همین باشد. پدر جان، چی شما گمان میکنید که دادا ما شما دیگر با ما زندگی میکنید گفته خانه رو فروختیم. چی؟ خانه را فروختید؟ بله فروختیم. با کی؟ و با اجازت کی؟ خیر دادا، و شما خودتون راضی شده بودید کو؟ پدر جان در وقتش با تمام حجت ها امضا گذاشتید کو، دیگر چی؟ آها، امضا گذاشته بودم. لیکن من نمیدانستم که چیز شورای من در کجاست. شما چی داشتید دادا؟ چیزی بود آوردیم هنه در همون خونه. بعضا نقشای میافتد که شما خواه ناخواه باید از بالای وی نقش مهنت کنید، کافت و کاب کنید، کاری کرده همون نقش را بای کنید، بایو غنی گردانید. کدام نقشی را که به من باور کردن من از باوری نبرآمده همون کار را نمیدونم به کدام درجه باشد لیکن اجرا کردم. بود نقشه که در حیات یعنی خودی همون اکر رو بازیده باشد؟ اکنون می شود بعضی خصلت های همون قهرمان
با آدم مانندی میکند، لیکن نمیشه. اگر همون خصلت های همون قهرمان با خود هنرمند نزدیک باشد، وی اون نقش رو به درجه عالی اجرا میکند. لیکن اگر با خصلت های وی نزدیک نباشد و از وی دورتر باشد، وی باید کوشش کرده همین گونه خصلت رو آفرد، پیدا کند، از جمعیت، از زندگی جستجو کند. قبیل گره یا به فکرم پرباقه بود. اما نکه اگر رود و ماهی طلایی قپید چی آرزو میکنید؟ ماهی طلایی؟ بله. ماهی طلایی میگم که همین با آب سر میتونم، میگم التماس همین باغ مرا تیزتر به میوه در در اسپکتاکل حیات و عشق نقش شمسی کورکویچ رو بازیده اید. بعد از آن تماشای اسپکتاکل علاقه مردم بسیاری ها نام شما رو شمسی کورکویچ موندن. بله. چون نقش شما منفی بود، چگونه قبول میکردید وقتی شما رو شمسی کورکویچ میگفتن؟ این نقش رو به من یک کارگردان خیلی ماهر، کارگردان خیلی تجربه ناک ساجدپا غلامووا باور کردن. این همگی یک نام شمس بود. در همون پیسه میگوییم، در همون سیناری در همون جا نام شمس بود. من این کورکویچ علاوه کردم، خودم علاوه کردم. من گفتم برای اندک خنده آور شود و بعد سخنهایش رو به من ساجدپا گفتن که امان من به تو آزادی میگم، چی قدری میتوانی، اگه به زبان صنعت میگن ایمپرویزاسیا کن، چی قدر میتوانی همینه بای گردان، غنی گردان. من راستی گفت که جستجو کردیم، کافتکاب کردیم، هزل شوخی کردیم، همین خیلی آهسته همین نقش رو بای کردن گرفتیم و این شد شمسی کورکویچ. حالا با صابون شمسی کورکزاده شما جامعشهی نکرده اید. амонулло қодирӣ аз зумраи ҳунармандони камшумори мост ки мисли аркадий райкин, петросяну хазанов, қиматшо иматшоеву зоҳир дусматов, усто ва мастову убайдулло раҷабов ниқоби ҳаҷвии образҳои худро дорад. ин ҳунари воло аз насл ба насл мегузараду ҳатто онҳое ки эшонро надиданд аз забони дигарон шунидаву ширин табассум мекунанд ки ин нишони ҳунари волост. ارسطو بیهوده نگفته است که من زندگی را چنان دانستم فهمیدم چنان فهمیدم که هیچ چیز را نفهمیدم. برای ایجادیات آینده کسبی پر افتخار، نازک و پر از رنج شما، بردباری و کامیابی و با اهل بیت شما تنسیتی رو خواهانم همیشه موفق باشه. تشکر پسرم.